شده بعضی وقتا یه بازیگری رو تو لیست بازیگرا ببینی و بعد مشتاق دیدن اون فیلم بشی؟ خانم افندی، این همون Muhanned'e یا Behlul یا Kuzey در serial Kuzey Güney. Benim hayatıma karışma. Aşk böyle değiştiriyor insan. kimse beni adam yerine koymuyor. Bu gece benimle geldiğin için teşekkür ederim. اسم کیوانش تاتلیتو تو لیست بازیگرای هر فیلم یا سریالی باشه من حتما نگاه میکنم. چرا؟ چون معمولا انتخاباتش محدوده و میاد فیلم هایی رو انتخاب میکنه که کیفیت خوبی داره. مثلا سریال آیله سریال خوبی بود، یا حتی عشق ممنوع و کوزه گونه برای دوره خودش جزو سریال های خوب بودن. این دفعه من میخوام سریال یاکاموز رو بهتون پیشنهاد کنم. سریال یاکاموز یه سریال کاملا هیجانی در مورد آخر زمانه که اسپیناف یک سریال بلژیکی به اسم اینتو د نایت هستش. کیوانش توی این فیلم نقش یک پژوهشگر زیستشناس رو داره به اسم آرمان. بازمانده‌های این فیلم کسایی هستن که توی یه زیردریایی بودن و یا با نیروهای زیردریایی یاکاموز S-245 زنده موندن. توی این فیلم لحظه لحظه هیجان رو تجربه میکنین. فیلم علمی تخیلی هستش و با همه کمی و کاسی هاش جزو سریال هایی هستش که شما رو تا آخرین قسمتش جذب میکنه. این سریال فقط 7 قسمته. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینین.